تومولوس یا گورتپه. مبحثی که بسیار مهم هست برای جویندگان این هست که ابتدا ورودی تومولوس ها عموماً در جهت شرق قرار می گرفته. ساختار تومولوسی عموماً شامل یک اتاقک یا تالار تدفینی که به وسیله یک دالان به بیرون از تپه راه پیدا خواهد کرد. و نکته بسیار مهمی که باید توجه داشته باشید این هست که ساختار تومولوس ها به نحوه‌ای بوده که شما تنها باید از جهت دالان و ورودی وارد تالار تدفینی بشوید که عموما این دالان دهانه اش به وسیله سنگ‌های عظیم بزرگ به وسیله ملات مسدود و مستحکم سازی میشد و کاملا پلم میشد. دور تا دوره تالار و خود سازه رو هم به وسیله ملات و لایه‌های دستریز مستحکم می‌کردند در برابر نفوذ رانش ریزش. به همین دلیل بسیار مهم هست که از جهت صحیح برای تومولوس ها کار